Assalomu alaykum do'stona giromi qadr, men Hikmatullo Jo'rayev. Mo navorgiri ro idom etdim. Oydi paxtayı ki mo ko'shdim. Mana hozir mana in همین paxtalar men hisob kardam. Beg'az همین گلوش. من همین گلو نمیخوام گلوش من اینو نگرفتم به خاطر که hozir بچه رئیس پرسیدم که اینا ممکنه که اسپید نکنن برای کشودن و حاصل دادن. اینا من به اینا نمیکنم. خود بچه رئیس حساب کرد همین paxtایی که کشودگی هست هم خیلی کورک دادگی باشه. هم خیلی کورک کردگی باشه. 65 تا paxta و کورکای کته کته کن اینا. لکه اینا 100% حاصل گرفته میشد. من اینا حساب کردم. 65 دانه کورک. خب حد در اینجا هم خیلی مایداش هم هست. همین مایداش همینو مایده ایده من مثلا از این خیلی میکنم. من اینجا دارم مایداش هم هست نخیر. اینو مایده. خب عموما گیریم 5 سنتنر نسبت به سال گذشته زیادتر انتظاری دارم. ولی نتیجه کارمان با در نوارهای آینده نشان میدیم. خب دهقان هر سال 400-450 کیلو سیلیتر مچوینه یک جایدگی میداده است و 35 سنتنر paxta میگرفته است. این سال 250 کیلو سیلیتر و مچوینه یک جایدگی و در همین زمین ها 340 کیلو بیاگم استادگی هم و نسبت به سال گذشته 5 سنتنر زیادتر حاصل انتظارم. خب در این مثال نه فقط حاصل زیادتر انتظارم بلکه خب خرجات نسبت به نوروی مینرالی کم شدگی است کما برای اینکه 200 کیلو به جای 200 کیلو سیلیتر مچوینه 340 کیلو بیاگم استادگی است که سیلیتر بیاگم نسبت به سیلیتر 3 برابر ارزان‌تر است. خب خانم خیر ما را در کانال یوتیوب ما پیگیری نمایید تا اینکه نوارهای منبع را یکمین شده تماشا کنید. تا ویدیوی آینده خداحافظ.